یک روز عمر رضی الله عنه جوانان بعد شکایت کردن، گفتن والا صاحب مهر دخترها مهرای خود بلند گرفته. او وقت تویانه نبود، خود دخترها تعیین میکردن مهر خود. مهرای از اینا زیاد است ولی واسه ما نمیرسه. عمر رضی الله عنه برشان گفت که همین مهر کم کنین یا چطور کنین یا چنان است. یک خانم خیس آورد گفت یا عمر تو این حق نداری. الله متعال گفته اگر یک کسی برای خانم خود یک کوت طلا هم مهر تعیین کنه، تعیین کرده میتونه. یک نفر لوکس است مهرش 2 کیلو طلاست، یک نفر خشر است مثل ما و شما واره مهر ما کم است. خانمای ما و شما میفهمه که ما و شما ضعیف هستیم، بیچاره هستیم، مهر کم قبول میکنه. بعضی صحابه که بسیار باز لوکس بودن و بسیار عالی بودن، دقیقه مال دنیایی نبودن، باز مهر از اونا 10 سوره قرآن بود.